برنامه اخباری آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شالوگل خواجه هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 24 می. مرز را برای تاجیکان بستند. قرغیزستان با قبول قرار روا توسط مرز دولتی با تاجیکستان را منع کرد. برهم دادن تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک مشتریان نگران را در نزد در این بانک ها جمع آورده است. نه نیست رو هر مو 300 سوم یا مو 500 سوم دیگه 300 سوم دادن. آب نیست ولی انداز را می سپرند. خشکسالی و ضرورت بازسازی نظام آبیاری در ظفرآبادی ولایت سوخت. جو گرفتیم، تخمی گرفتیم. خب تمام همین مبلغ ما در زمین کاشتیم لیکن همش سوخت و برافت. قرغیزستان روای مرزی را با تاجیکستان منع کرده است. در این باره اولوغبек мариипов رئیس دیوان وزیران قرغیزستان در صحبت با ساکنان دههای نزد مرزی نویه چون علی ولایت اوش خبر داد. با گفته وی قرار مذکور چندی پیش قبول شده این وضعیت تا زمان حل بحث‌های مرزی ادامه خواهد داشت. تصمیم مذکور پس از آن گرفته شد که روزهای 29 و 30 اپریل سال روان در مرز قرغیزستان و تاجیکستان نیزا سر زده. در نتیجه آن از هر دو جانب ده ها کس کشته و ده ها منزل زیست به کام آتش رفت. بانک ملی تاجیکستان آخر هفته گذشته اعلام کرد که دو بانک گرفتاری مشکل تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را برهم داد. این دو بانک 6 سال این جانب دچار بحران شده تا کنون نتوانستند پسندازی امانتگزاران را برگردانند. برهم دادن تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک از تقاضاهای مؤسسه‌های بین‌المللی بود. برای یوسفی و علیشیر ظریفی تلاش کردند سرنوشت بانک‌های مذکور و تقدیر پسندازهای مشتریان آنها را معلوم نمایند. مشتریان تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک بر در بانک ها جمع آمده نگرانند که آیا پولهای درماندهشان در این بانک ها را گرفته می توانند یا نه. زیرا این بانک ها همکنون از مجوز محرومند و نمایندگان به این بانک ها فرستاده بانک ملی دقیقاً برگردانیدن و یا بازپس ندادن پولهایشان را به آنها شرح ندادند. سهراب شیرالیف ساکنی بختر نمیتواند 85,000 سومانیش را از اگرو اینوست بانک بازپس بگیرد. هر ماهی روی کردم و چم آورده ماندم اینجا. و در صبح 400 دلار 500 دلار کار کردم در روسیه آورده ماندم اینجا. پول گرفت خونه میخوام نه نیست رو پول. هر ماه 300 سوم یا ماه 500 سوم دیگه 300 سوم دادم. والنتینا گورتسووا ساکنی شهر دوشنبه با امید میراث خود و نزدیکانش را به تاجیک صادرات بانک گذاشته بود. ولی تا هنوز این میراث را بازپس گرفتن نمیتواند. با او و مشتریان دیگر وعده دادند که در طول یک هفته معلوم می شود که چطور پولهایشان را از بانک برمیگردانند. اما او میگوید هیچ کفالتی نیست که 10,000 دلار درمانده‌اش در تاجیک صادرات بانک را بازپس بگیرد. У меня это денег сейчас 10 тысяч, это наследство матери. این 10,000 دلار من میراث از مادرم هست که باید میان ما دو خواهران و نبیره‌ها تقسیم کرده میشد. این خانه را مادرم در شهر قیراقون به ما گذاشته بود. این پولهای میراثی بود، میفهمید؟ خانه را فروختیم و در این بانک گذاشتیم. همش برابر رفت. ما دیگر نه تقسیم کرده میتوانیم نه از بانک گرفته. И вот все пропало. Не разделить, не взять, ничего не можем. چون این مشتریان سرگردان این دو بانک خیلی زیادند که تا این زمان هر ماه از 300 تا 500 سومانی پولهایشان را میگرفتند. کارشناسان بر اینند که باید دولت با جلب سرمایه از خارج کشور این بانک ها را نجات میداد، نه از مجوز محروم میکرد. زیرا تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در بخش بانکداری تاجیکستان نظام ساز بودند. طبق قرار بانک ملی برگزاری همگونه عملیات‌های بانکی در تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک تا تعیین مدیران مخصوص قطع کرده شده است. حالا بانک ملی ترتیب چگونه برگردانیدن پولهای مشتریان این دو بانک را شرح نداده است. آخر سال 2016 حکومت به این بانک ها زیاده از 3 میلیارد سومانی یاری مالیوی کرد. ولی بانک ملی گفته است که متاسفانه کمک ها و مالیوی این دو بانک را بهتر نکرد.
رو می‌آوریم به موضوع دیگر. ارزیابی یکجای مقامات تاجیکستان و مؤسسه‌های سازمان ملل معلوم کرده است که آفت‌های طبیعی نیمه اول ماه می زندگی بیش از 14,500 نفر را به هم زده است و بسیاری از آنها به کمک‌های فوری به مثل مواد بهداشتی و مشورت‌های روانی احتیاج دارند. به گفته متخصصان برای بازگشت این مردم آسیب دیده به زندگی عادی باید در برقراری خانه و مالکیت و سندهای گم کردهشان کمک رسانند. طاهر سفر موضوع را ادامه می‌دهد. مقامات هنوز هم حساب دارند که چقدر خانه به خصوص در ولایت ختلان بر اثر سیل آبخیزی آسیب دیدند. ارزیابی‌های اخیر نشان داده است که در ولایت کمش 128 خانه کاملا ویران شده است و 400 خانه دیگر یا نیمه ویران شدند یا سخت آسیب دیدند. لغزش خاک در اینجا در ناحیه جامی به 167 خانواده ضرر رسانده است و 32 عائله در 3 روستا بی سرپناه ماندند. 20 خانواده را در خیمه ها جابجا کردند. لغزش خاک هنوز اینجا ادامه دارد، هرچند سرعتش سست شده است. در ولایت تقریبا 1000 گکتار کشتزار و نهر و راههای زیادی آسیب دیدند. در شهر کولاب که بیشتر از دیگر منطقه ها آسیب دیده است، مقامات با تحقیق خانه های آسیب دیده ادامه میدهند، ولی تا حال معلوم کردند که 41 خانه ویران شده است و 800 خانواده آسیب دیدند و به کمک های فوری احتیاج دارند. در ارزیابی یکجای مقامات رسمی و مؤسسه‌های سازمان ملل که آخر هفته گذشته نشر شد آمده است، مردم آسیب دیده ناامید و افسرده شدند و میترسند که کمک به آنها نمیرسد. بیشتر از همه آنهای آسیب دیدند که کم بضاعت و آسیب پذیر هستند. با وجود نیمه ویران شدن بعضی خانه ها، کودکان در آنجا با والدانشان زندگی میکنند که برایشان خطرناک است. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی است و سالانه سیل و آبخیزی و ترمه و دیگر فلاکت‌ها و خانه و انشاءات زیادی آسیب میرسانند و چندین نفر نیز به هلاکت میرسند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. میرویم به شمال تاجیکستان. دهها کشاورزی ناحیه ظفرآباد از حاصل امساله صدها گکتار کشتشان ناامیدند. آنها میگویند مسئولان آبیاری ناحیه تا به پلیس‌هایشان آب جویبار را آوردن نتوانست و زراعتشان از بی‌آبی سوخت. اما مسئولان آبیاری میگویند شبکه آبکار ناشایم شده، سال نیز خشک آمده است. فرزان محمدی در همین باره گزارش دارد. رحمانبای بدالوف، سهامدار خواجگی دهقانی دورانبای، 8 گکتار زمین دارد و در آن جو و گندم و سیاه‌دانه کاشته است. سالهای پیش روزی خاندانش را از همین زمین میافت، ولی در عین شکوفایی پژمردن کشتی امسالش او را در حیرت گذاشته است. پس دیگه دم خودم نمیدونم که این واسه قدم ما چه زندگی میکنیم، چه خوبی کنیم. این آب دادنم بی‌فایده اینا. آب داده اونجا این تمام شدگی. ظفرآباد یکی از کلانترین ناحیه پختکار ولایت سوخت است و سالانه صدها تانه طلای سفید را به خزینه دولت می‌سپارد. چند از دهقانان میگویند امسال بر زمین دانگی ها در اول بهار پخته را نیز کاشته بودند، اما تا آخر بهار نسبزید. 19 گکتار 50 سوتخ زمین دارم. از همین تگی 30,000 سومان کردیت گرفتم. جو گرفتیم، تخمی گرفتیم. خب تمام همین مبلغ ما در زمین کاشتیم، لیکن همش سوخت و برفت. در این ناحیه دهقانان از نبودی آب رنج میکشند که در جماعت روشن و موضع مرزی نزدیک به ازبکستان جایگیر شدهاند. به این جویبار که در قسمت پایانی هستند، از پایگاه آبکشی میرزاچول 1 و 2 باید آب آید. این پایگاه در زمان شوروی ساخته شده و حالا به بیش از 10,000 گکتار زمین‌های منطقه از روی معیار آبیاری میکند. ولی به گفته مسئولانش در چند سال اخیر تقریباً 5,000 گکتار زمین از نبود آب تنقیصی میکشد. کشاورزان میگن هرچند سالها این جانب کشتزارهایشان آب را ندیده است، ولی به هر وجب کشتهایشان همچون زمین آبی انداز میسپارند. آنها طلب دارند که تا حل شدن مشکل آب، مقامات انداز باید از روی زمینهای للمی مبلغ را حساب نماید. با این مشکلی خود از مقامات محلی تا دستگاه پرزیدنت مراجعت کردند، ولی همچون معمای سربسته حل نشده باقی مانده است. یک مرتبه آمدن با من گفتن که پول آبی و پولیزه ده، لیکن من گفتم آبی پولیزه نیست. برای چی من پول آبی پولیزه میتونم؟ بیارید، گفتم البته بیارید آب
من چقدر خواهید پول آب میتیم. حالا در این ناحیه خواجگی‌های دهقانی سرسبز به مشاهده می‌رسند که خود با هر راه و واسطه بهر نجات کشت‌هایشان آب آوردند. قدرالدین رحیموف همراه برادرانش پس از چند سال بی‌آبی مجبور شد 1 ماه پیش چاه آبکش سازد. اینجا شخصا ما مجبور شدیم 250,000 با کردیت گرفتیم رفته ریسکاوات کردیم و کردیت گرفته اومده همین چیزا ما شینوندیم در بالای زمین ما. حالا اون که همین هم ایسون خوجگی دهقانی قسما همین ما تامین میکنیم. در همین حال مسئولان آبیاری ناحیه ظفرآباد که چند ناحیه اطراف نیز سرچشمه آب پالیزی‌هایش از آن است میگویند لایحه بازسازی از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان امضا شده است و باید 60 میلیون دلار از سوی سرمایه‌گذارها اختصاص داده شود تا که دستگاه و لوله‌های آب تعمیر شوند و بیش از 100 کیلومتر جویبار کشتزارها تازه و آبرو گردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه ظفرآباد. مقامات رسمی در قرغیزستان تلاش دارند قانون قبول شود که چندین سال پیش در تاجیکستان قبول گردیده بحث و دعوای زیادی برانگیخت. این قانون تنظیم است که اجازه نمیدهد مردم جشن و مراسم های با دبدبه و با شکوه برگزار کنند. نظرها به این تلاش حکومت قرغیزستان چگونه است؟ از همکارم کامرسی عطا میشنویم. کولبکوف 10 سال باز است که در جشن و مراسم برندگی میکند. در این مدت مقامات 3 دفعه کوشش کردند که با قبول قانون مراسمی با شکوه را منع کنند ولی به جای نرسیدند. ارکین میگوید خودش هم مخالف جشن‌های با دبدبه است به این شرط که صاحبش پول آن را نداشته باشد. نمونه را باید در سطح دولتی نشان بدهند. من طرفدارم. پس بیایید توی‌های را که از حساب مالیات ما برگزار میکنند منع کنیم. جایی که یک جشن خود برگزار میکنند پول زیادی را به نفع خود استفاده میبرند. این دفعه پارلمان در قانون معیارهای مشخص تعیین کرده است. در جشن و توی‌ها حق ندارد بیشتر از 100 مهمان دعوت کنید. ضیافت نباید بیشتر از 1 روز باشد و در خدایی‌ها نباید اسب و گاو ذبح کرد. برای رعایت نکردن قانون $200 جریمه. سبب پیشنهاد طرح به گفته مؤلفان غمخواری در حق مردم است که با نظرداشت افکار عموم قرض گرفته مراسمی با شکوه برگزار میکنند و زیر قرض میمانند. نظر خود مردم قرغیزستان گوناگون است. هر قانونی که قبول نشود طور خواستند برگزار میکنند. کاری درست میکنند. همه را باید منع کنند. اسبان زیادی را ذبح میکنند. برای خدایی و چیل خرجی زیاد میکنند. این حق هر انسان است. هر قدر خواهد خرج میکند. حالا جنبه های دیگری منفی قانون نیز بحث می شود. بعضی هم میگویند ممکن است بعد از قبول قانون رستوران و تالارهای ضیافت که 100,000 نفر کارگر دارند ضرر بینند و مردم بیکار ماند. بر علاوه این نانوایخانه ها، آرایشگاه ها، اجاره لباس عروسی، ساحه های دیگر اقتصاد است. سر از هنرپیشگان به مثل من برنده تا بیبیه که در بازار روی مال می فروشد همه در این تجارت سهم دارند. با این قانون ما یک قسمت بزرگ اقتصاد را که حالا به زور نفس می گیرد ویران می کنیم. در تاجیکستان و ازبکستان چنین قانون‌ها سالها پیش قبول شده است. مثلا در تاجیکستان در جشن عروسی 150 مهمان دعوت کردن ممکن است. در ازبکستان 200 نفر. مراسم دینی و جشن تولد و دیگر ضیافت و معرکه‌ها نیز با قاعده‌های مخصوص و محدود دایر می‌شوند. و وزیر عدلیه روسیه پیشنهادی به جای مجرم کاری به کار جلب کردن زندانی‌ها را جانبداری نمود. این پیشنهاد چند روز پیش از جانب خدمات فدرالی زندان‌ها صدا داده بود. کنستانتین چویچنکو گفت در روسیه 180,000 زندانی حق دارند مهلت زندانی واقعی را با کارهای اصلاحی عوض کنند، ولی در این کشور کار تنها برای 8,000 زندانی وجود دارد. وزیر افزود برای جلب زندانی‌ها به کار باید طرح‌های عظیمی باشند که برای بیش از 1,000 نفر نگرانیده شدند. این خبری آخری برنامه امروز است. تشکر از یکایک شما عزیزان که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های دیگر را چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش‌ها در آزادی ویدیو گذاشته میشوند. فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.